خب من در اسلاید قبل راجع به کانولوشن دو بعدی صحبت کردم، ولی اینجا میخوام راجع به کانولوشن سه بعدی صحبت بکنم. در کانولوشن سه بعدی در جاهایی که سیگنال های پای من بیش از یک سیگنال 2x2 هستن، مثلا یه عمقی دارن، فرض بفرمایید در شکلی که اینجا ملاحظه میکنید 4 تا سیگنال با ابعاد اسپشیال A/B رو ملاحظه میکنید. به طور معمول تصاویر رنگی شامل 3 کانال هستن. خیلی وقتا در تصاویر رنگی ما کانولوشن در حقیقت سه بعدی تعریف میکنیم، یا نه در لایه‌های وسطی یک شبکه CNN ممکنه تعداد فیچر مپ های من که دوباره میخوایم کانولوشن روش انجام بدیم بیش از تعداد 1 باشه و عمقی داشته باشه. معمولا هم طوری فیچر مپ ها توی لایه قرار دارن که همسایز هستن. در این صورت ما از پنجره فیلترهای سه بعدی استفاده میکنیم برای عمل کانولوشن، به این مفهوم که فرض بفرمایید کرنل سایز من یک فرض اندازه C/L داره و یک عمقی داره که مثلا در مورد این مثال باید هم تعداد با فیچر مپ های سیگنال های پایه باشن. بنابراین میتونه یک کرنل سایز C/L/4 باشه. ملاحظه میکنید پنجره فیلتر من شده یک مکعب فیلتر و البته یک بایاس رو هم در کنارش در نظر میگیریم. در اینجا به عنوان مثال من 3 تا در حقیقت پنجره فیلتر سه بعدی و 3 تا بایاس متناسب با هر کدوم دارم، W1 B1 W2 B2 و W3 B3. در عمل کانولوشن سه بعدی پچ های منم هم سایز فیلترهای سه بعدی من خواهد بود، یعنی من پچ هام بایستی C/L/4 باشه. عمق 4 من ثابته همیشه، اما C/L من در حقیقت اون پچ انتخاب شده من مدام بر اساس سویپی که به شکل افقی یا عمودی انجام میدم کل سیگنال پایه من رو که اینجا سیگنال پایه من عمقش 4 و اسپشیال سایزش A/B رو باید سویپ بکنه به شکل افقی و عمودی با استراید یک فرض بفرمایید یا استراید حتی بالاتر از 1. خب اگر این کار رو انجام بدم به ازای اولین فیلتر سه بعدی من روی این در حقیقت میتونم بگم تصاویر پایه با تعداد 4 یک فیچر مپ دو بعدی حاصل خواهد شد، چرا که در هر بار کانولوشن یک پچ با فیلتر من یک یونیت در واقع متولد میشه و متناظر با هر فیلتر من یونیت های یک فیچر مپ دو بعدی رو ایجاد خواهم کرد. خب اگر این کار رو من برای فیلتر دوم و فیلتر سوم انجام بدم فیچر مپ های دوم و سوم ایجاد میشه گفت که از عمل کانولوشن یک تصویر A/B با عمق 4 با یک پنجره C/L با عمق 4 و البته با بایاس متناظر اون یک فیچر مپی تولید میشه به ابعاد AMN های C به علاوه L در BMN های C به علاوه 1 در BMN های L به علاوه 1 یک فیچر مپ دو بعدی ایجاد میشه و ملاحظه میفرمایید که نهایتا ما 3 فیچر مپ متناسب با 3 فیلتر خواهیم داشت. میشه گفتش که در عمل کانولوشن کانولوشن سه بعدی یه جور اطلاعاتی که روی پچ وجود داره و البته با توجه به کورلیشن اطلاعاتی که پچ انتخاب شده در هر کدوم از سیگنال های پایه من که در کانال های متفاوتی ظاهر شدن، من میتونم بگم که عمل کورلیشن و ضرب داخلی بهتره بگم فرم وکتور شده اون پچ و فیلتر یک جورایی داره همون عمل کامپریزن رو انجام میده، با این تفاوت که کامپریزن من اینجا سه بعدیه. به عبارت یک فریکونت پترن سه بعدی رو من میخوام مقایسه سنجی درش انجام بدم. در واقع هر فیلتر خودش رو شبیه یک فریکونت پترن سه بعدی قرار داده و من با این عمل مقایسه سه بعدی دارم دنبال فریکونت پترن های سه بعدی در دل این مثلا 4 تا میتونم بگم تصویر A/B رو یا سیگنال A/B رو در واقع دارم جستجو میکنم. به عبارتی اگر فریکونت پترن های اگر پچ های سه بعدی من به فریکونت پترن در حقیقت شکل گرفته توسط فیلتر نزدیک باشن، یونیت من در اون فیچر مپ عدد بزرگتری میگیره، وگرنه عدد کوچکتر یا ممکنه بر اساس ترشولدی که در نظر میگیریم ریموو بکنیم. به عبارتی میتونم بگم اینجا هم دنبال در واقع استخراج اطلاعات مفید بر اساس تعریف فریکونت پترن هستیم که فیلتر سعی میکنه در پروسه یادگیری به اون سمت بره.
خب در اینجا مثالی از یک 3D کانولوشن رو ملاحظه می‌کنید. یک تصویر سه کاناله هست، فرض کنید رنگ‌های RGB هر کدوم از اون کانال‌ها خواهند بود. خب ملاحظه می‌فرمایید که اسپشیال سایز تصویر 7x7 سه کانال وجود داره. من یک فیلتری میخوام طراحی بکنم 3x3x3 3x3 در واقع اسپشیال سایز رو میخوام تعریف کنم و اون عمق اون سه تا کانال مربوط به سه تا تصویر رو مشخص میکنه. خب و یه بایاس ملاحظه میکنید در عمل کانولوشن ضرب داخلی به هر حال این فیلتر 3x3x3 در اون پچ 3x3x3 البته اینجا به فرم باز شده نمایش داده شده. از حاصل ضرب اون یه یونیتی حاصل میشه که ملاحظه میکنید در شکل سمت راست اون 3x3 سبز رنگ که من دورش کادر سبز رنگ کشیدم یونیت حاصل میشه. خب اگر پچ من در حقیقت سویپ افقی یا عمودی بکنه بقیه یونیت های مربوط به فیچر مپ حاصل تولید خواهند شد. چون تصویر من 7x7 و فیلتر من 3x3 از یه طرف از استراید 2 استفاده میکنم، یعنی هر بار به نوعی پچم رو دو خونه منتقل میکنم، نهایتاً یک تصویر 3x3 حاصل خواهد شد. من راجع به اسلاید بیش از یک جلوتر و رابطهش صحبت خواهم کرد. اما من از یک فیلتر دومی در کنار فیلتر اول استفاده میکنم که 3x3x3 خواهد بود و از عمل کانولوشن اون با این تصاویر پایه یک فیچر مپ 3x3 تولید خواهد شد. خب قطعا برای فیلتر دوم هم از اسلاید 2 استفاده کنم. اسلاید در حقیقت میزان جامپی هستش که پچ ها در سویپ افقی و عمودی خواهند داشت. در اسلاید 2 به نوعی اون پچ 3x3 من 2 تا خونه سمت راست یا سمت پایین نهایتاً جامپ میکنه و عمل سویپ من با اسلاید 2 شکل میگیره. خب اینجا ملاحظه کردید به شکل عددی چطور یک 3D کانولوشن میتونه انجام بشه. خب عملگر بعدی مکس پولینگ و مین پولینگ. خاطرتون هست من گفته بودم مغز دو عملگر عمده داره، عملگر در واقع فیلترینگ و اسکیلینگ. فیلترینگ در شبکه‌های CNN با کمک عمل کانولوشن انجام شد و من توضیح دادم چطور عمل کانولوشن میتونه فریکوئنت پترن ها رو به عنوان اطلاعات اصلی و مهم در واقع سیگنال پایه استخراج بکنه. اما عمل اسکیلینگ با کمک مکس پولینگ و مین پولینگ انجام میشه. عمل مکس پولینگ و مین پولینگ یه نوع ساب سامپلینگ رو روی در حقیقت میتونم بگم سیگنال های پایه من شکل میده. مثلا سیگنال پایه سیگنالی هست که اولین لایه رو تشکیل میده و البته وقتی من از لایه 1 به 2 میرم و 2 به 3 میرم میتونه سیگنال دوم سیگنال پایه من باشه که از اون به کمک عمل کانولوشن یا پولینگ من مثلا لایه سوم رو ایجاد میکنم. خب در اینجا ملاحظه میکنید سیگنال پایه من یک در حقیقت تصویر 6x6 هستش و من میام عمل مکس پولینگ رو انجام میدم. برای این عمل من رکتانگل های 3x3 رو تعریف میکنم، سعی میکنم تصویر 6x6 رو با رکتانگل های 3x3 پارتیشن بکنم. 4 تا در حقیقت ناحیه ایجاد میشه. در عمل ساب سامپلینگ از این 9 خونه مربوط به این رکتانگل 3x3 در عمل مکس پولینگ اونی که بیشینه هست در این 9 تا اون رو انتخاب میکنم. مثلا در اون رکتانگل زرد رنگ یونیتی که محتوی عدد 6 هست نسبت به یونیت های دیگه عدد بزرگتری تولید میکنه، در عمل مکس پولینگ منتقل میشه و بعد در اون رکتانگل باز نارنجی رنگ، سبز رنگ و آبی رنگ یونیت های ماکسیموم رو منتقل میکنم. با همون ترتیبی که اینا قرار گرفتن و ساب سامپل میکنم من قرار میدم و نهایتا یک در حقیقت تصویر 2 در 2 در این عمل مکس پولینگ ایجاد میشه. ملاحظه میکنید تعداد خونه ها از 36 تا به 4 تا تقلیل پیدا کرد. معمولا عمل مکس پولینگ رو زمانی انجام میدیم که یا عمل پولینگ به طور کلی که خونه ها نسبت به هم در واقع اطلاعات هم رو به نوعی در خودشون دارن و عمل ساب سامپلینگ باعث نمیشه که اون فیچر مپ که با سایز ردیوس شده تولید میشه اطلاعات از دست رفته‌ای نسبت به اون فیچر مپ 6x6 از خودش داشته باشه. به عبارتی ردوندنسی لازم به لحاظ اطلاعاتی در اون تصویر پایه در خونه‌های مجاور وجود داره و من با انتخاب سایز مناسب پولینگ میتونم اطلاعات لازم رو ضمن اینکه حفظ میکنم عمل کاهش بعد رو هم انجام بدم. در قسمت پایین اسلاید ملاحظه میکنید که
من اون تصویر 6x6 رو این بار با عمل مین پولینگ در حقیقت ساب سامپل میکنم. یعنی هر کدوم از اون رکتانگل های زرد و نارنجی و سبز و آبی که پارتیشن شده در حقیقت میتونم بگم اون تصویر پایه من هستن، این بار به مفهوم مین پول میشن. یعنی متوسط خونه ها به عنوان رپرزنتر اصلی اطلاعات هر کدوم از اون رکتانگل ها ظاهر میشه. خب مین کردن این خونه ها ملاحظه میکنید با عمل مین کردن دوباره یک فیچر مپ 2x2 حاصل میشه. پس میشه گفت عمل مکس پولینگ و مین پولینگ اینو ساب سامپلینگ. در ساب سامپل کردن ماکسیموم خونه ها یا میانگین خونه ها به خصوص در دو عملگر مکس پولینگ و مین پولینگ متناظرا تولید خواهند شد. ما زمانی این کار رو انجام میدیم که اطلاعات خونه های مجاور در حقیقت یه جورایی جمع شده باشن در واحدها، یعنی واحدها از اطلاعات خونه های مجاور خودشون رو دارن. اون وقت رپرزنتور اصلی میتونه ماکسیموم اونها باشه یا میانگین اونها باشه. به واقع در عمل مکس پولینگ و مین پولینگ میشه گفت که اطلاعات پرارزش‌تر منتقل میشه. به عبارتی خونه های ماکسیموم میتونن در حقیقت حاوی اطلاعات مهم انتقال فرض بفرمایید فریکوئنت پترن ها باشن که قبلا در یک عمل کانولوشن به دست اومده. اون وقت خونه های کم اهمیت تر، خونه های با اندازه کمتر اطلاعات کمتری داره. میشه راجع به مین پولینگ و مکس پولینگ گفت که یک نوع اسکیلینگ انجام میده. به عبارتی بعد از عمل مکس پولینگ و مین پولینگ از اگزمپل های مختلف نهایتا من به اطلاعات اسکیل شده میرسم. یه جور اینوریانسی در اطلاعات رخ خواهد داد، اینوریانسی در پوزیشن اطلاعات، اینوریانسی در فرم شکل اطلاعات، اینوریانسی در پرسپکتیو اطلاعات و در حقیقت موضوعیه که محققین راجع بهش در حقیقت مقالاتی دادن و نشون دادن که عمل مکس پولینگ و مین پولینگ این کار رو انجام میده. اینجا مثالی از عمل اسکیلینگ با مکس پولینگ انجام شده. ملاحظه میکنید که دو تا در حقیقت تصویر 6x6 متفاوت داریم، 4 تا تصویر 6x6 متفاوت داریم و ما میخواییم در حقیقت عمل مکس پولینگ رو با رکتانگل های 2x2 انجام بدیم. به عبارتی این تصویر 6x6 رو به اندازه 9 تا پارتیشن رکتانگل 2x2 در حقیقت تقسیم میکنیم. به عبارتی تصویر 6x6 به 9 تا خونه 2x2 در واقع پارتیشن میشه و از هر پارتیشن و از هر رکتانگل ماکسیموم در حقیقت یونیت انتخاب میشه. بنابراین ملاحظه میکنید به یک تصویر فیچر مپ 3x3 میرسم. خب متناظر با هر تصویر یک خونه 3x3 هست. اگر دقت بکنید تصاویر 6x6 رو یه جورایی اطلاعات بیزی رو ما در اون خونه های رنگی داریم کد میکنیم. منتها بیزی ها با اندازه های متفاوت و در حقیقت میتونم بگم پوزیشن های متفاوت در داخل اون تصویر 6x6 قرار گرفته. وقتی من عمل مکس پولینگ رو انجام میدم به خونه های 3x3 میرسم که یه جوری اون اطلاعات بیزی رو مجددا میبینید، منتها با این تفاوت که یه جورایی اینوریانسی نسبت به پوزیشن محل بیزی در سیگنال بزرگتر انجام شده. به عبارتی اون فرم بیزی رو در اون خونه های 3x3 به نوعی بازسازی میکنیم. فرما بیشتر نزدیک هم میشن به لحاظ پوزیشن و به لحاظ فرم و میشه گفت که کورلیشن بیزی ها اگر در سیگنال های 6x6 3/10 بود اینجا به اندازه 6/10 میشه، یعنی بزرگتر میشه. بنابراین ملاحظه میکنید عمل اسکیل شدن و نزدیک شدن فرم بیزی رو در عملگر پولینگ خواهیم دید. اما در مورد کانولوشن و پولینگ لیرها من اینجا اطلاعات بیشتری رو میدم و نکات بیشتری راجعش صحبت میکنم. میشه گفتش که در هر عمل کانولوشن در یک کرنل سایز مشخص این فریکوئنس ها پترن ها که همون شاید دیستربنس ها باشن حذف میشن، ضعیف میشن و فریکوئنس ها پترن ها که میتونن به ویژگی های ما نزدیک باشن تقویت میشن. در هر لایه که عمل کانولوشن انجام میشه چندین فیچر مپ ممکنه تولید بشه، چندین عمل کانولوشن تولید بشه. هر فیچر مپ میتونه
در واقع شامل اطلاعات یک تیپ فریکوئنت پترن باشه. بنابراین اگر من چند نوع فریکوئنت پترن مستقل داشته باشم میتونم به ازای هر کدوم یک فیچر مپ استخدام کنم و اطلاعات رو منتقل کنم. منتها با این تفاوت که فریکوئنت پترن ها این بار از یک تصویر واحد جدا میشن و هر کدوم در یک فیچر مپ مستقل جدا میشه، در واقع ظاهر میشن. به عبارتی فیچر مپ ها میتونم بگم فریکوئنت پترن ها رو مهم رو و مستقل رو از هم جدا میکنن. خب در مورد پولینگ لیر، در هر عمل پولینگ لیر میتونم بگم دایمنشن کاسته میشه و میتونم بگم که به نوعی فریکوئنت پترن ها بعد از عمل پولینگ به هم نزدیکتر میشن. این وریانسی نسبت به پوزیشن و همینطور فرم ممکنه در اونها شکل بگیره و به عبارتی عمل پولینگ میتونه یه جورایی اسکیلینگ رو ایجاد بکنه و تکرار عمل کانولوشن و پولینگ اجازه میده نه تنها دیستربنس ها در حقیقت حذف بشن بلکه فریکوئنت پترن های باقی مونده به هم اسکیل بشن و به هم نزدیک بشن. میشه گفت که لایه‌های اول عمل کانولوشن به نوعی اطلاعات محلی تر مثل اج ها رو استخراج میکنه و لایه‌های جلوتر ساب پترن های ریزتر و بعد ساب پترن های متوسط تر رو به نوعی ایجاد میکنه. به عبارتی میتونم بگم که عملگرهای کانولوشن و پولینگ پشت هم به نوعی دارن به شکل تدریجی اطلاعات دیستربنس خرد به کلان رو حذف میکنن. اطلاعات دیستربنسی که بخش کوچکتری از تصویر پایه اولیه رو تشکیل میده و به تدریج در لایه‌های جلوتر دیستربنس های در حقیقت بزرگتر رو که در داخل تصویر خود نمایی میکنه رو به نوعی داریم حذف میکنیم و میتونم بگم با هر عمل کانولوشن یا هر دو عمل کانولوشن اگر یک پولینگ یا همراه بکنیم نهایتا هم اسکیل شدن تدریجی این ویژگی ها هم رخ خواهد داد.